سلام بینندگان گرامی، امروز پنجشنبه 3 ایول ساعت به وقت پراگ 10. حالا فرصت نشر سرخط خبرها فرا رسید. من میرزا نبی خالقزاد هستم و شما را با خبرهای آخرین که تا این لحظه دسترسی ما شدن آشنا می‌سازم. از توجه شما اظهار سپاس می‌کنم و آغاز برنامه را با یک خبر خوش شروع می‌کنیم. حدود 200 شهروندی تاجیکستان که در مرز قزاقستان و ازبکستان در گذرگاه ژبک ژالی درمانده بودند، شب گذشته مرز را عبور نموده تا سرحد تاجیکستان رسیدند. در این باره کنسولگری تاجیکستان در الماتا امروز 3 ایول به رادیو آزادی اطلاع داد. به گفته کنسولگری حدود 15 نفر دیگر از شهروندان تاجیکستان قرار است شام امروز آنها نیز از مرز گذرند. به قول نماینده کنسولگری، در وقت گذشتن سرحد بعضی شهروندان در محل گذرگاه حضور نداشتند و امکان دارد در روزهای بعدی آنها نیز عبور کنند. طور کنسولگری تاجیکستان در الماتا گفت حالا مقامات کشورهای این مسیر مشورت‌ها پیش برده ایستادند و امکان دارد بعد 10 اوگوست مرزها باز شوند، ولی در دایره ترتیب معین و مشخص. گروه شهروندان جمع می‌شوند و می‌توانند مرز را عبور کنند. روز 29 ایول چندی از مهاجران از گذرگاه ژبک ژالی در مرز قزاقستان و ازبکستان با رادیو آزادی در تماس شده گفتند عین زمان در آنجا نزدیک به 300 نفر جمع شدند. از آغاز پاندمی کرونا ویروس نو و بسته شدن مرزها، صدها مهاجران تاجیک در نزد این گذرگاه جمع آمدند. مقامات چند بارها با کمک سازمان جهانی مهاجرت با اتوبوس آنها را از مرز قزاقستان و ازبکستان تا تاجیکستان رایگان آوردند. خدمات گمرکی تاجیکستان در پی اتستات یا خودسنجش 10 کارمندش را از کار آزاد کرده گروهی را به وظیفه‌های پایین‌تر تعیین کرده است. خورشید کریمزاده رهبر خدمات گمرک روز 29 ایول در نشست خبری گفت در پی امتحان 118 کارمند این نهاد از کار رانده شد، 36 نفر دیگر به وظیفه‌های پست‌تر تعیین شدند. در اینجا از کارمندان عادی سرکرده تا سرداران دیدبانگاه مرزی بودند. در اتستات اعضای کمیسیه از دستگاه رئیس جمهور هم حضور داشت. ما به کار اتستات یگان ایراد نداریم. خورشید کریمزاده افزود که داوطلبان کار به خدمات گمرک در اساس آزمون که در 3 دوره برگزار می‌گردد و از روی کسبیت قبول کرده می‌شوند. خدمات گمرک یکی از نهادهای مهم برای پر کردن بودجه تاجیکستان است. کارشناسان میگویند هر قدر کار در این بخش شفاف صورت گیرد، همان اندازه بودجه فایده می‌بیند. در آزمونی که به نزدیکی 69 واحدی کاری اعلان کرده بودیم، پر کرده نتوانست. 105 سپاریدند و دیگر تمام. بار اول در یک آزمون گمرک جایهای خالی کاری را پر کرده نتوانست، افزود او. اتستات در ریاست‌های خدمات گمرکی تاجیکستان بعد از انتقاد پرزیدنت از کار ماموران گمرک در 1 ماه می امس آغاز شد. یکی از پرسر و صداترین خبر از این مجلس زیر استنتاق قرار گرفتن شهباز رجبزاده سردار دیدبانگاه گمرکی دوشنبه از طرف پرزیدنت بود که این لحظه در تلویزیون ها نیز پخش شده بود. رئیس جمهور گفت این کارمند گمرک تقریبا 2 سال کارش 16 بار به خارج رفته صاحب خانه و ماشین ها شده است، ولی افزود او را به خاطر جوانیش به زندان نمیاندازند. مقامات دیرتر گفتند که او را از کار راندند. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه 29 ایول خبر دادند که علی لاریجانی رئیس پیشین پارلمان این کشور دوباره به کرونا ویروس مبتلا شده به بیمارستان انتقال یافته است. این گزارش‌ها حالت عمومی علی لاریجانی را مساعد گفتند. به نوشته رسانه‌های ایران، آقای لاریجانی حالا زیر مراقبت طبیبان قرار دارد. علی لاریجانی در آخرهای ماه مارس که آن زمان رئیس پارلمان ایران بود نیز به این بیماری گرفتار شده بود. او در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است. و حالا یک خبر از پاکستان. یک مرد مسلمان که باید در دادگاه شهر پیشاور از روی اتهام کفر پاسخ میداد در داخل تالار مرافعه به قتل رسید. معلوم نیست که حملگر جوان خالد خان چگونه از زنجیر سخت امنیتی ها گذشته به تالار راه یافته است. او را همان زمان بازداشت کردند. افسر پلیس عظمت خان گفت که مرد گمانبر طاهر شمیم احمد 2 سال پیش ادعا کرده است که او پیغمبر اسلام است. بعد این او را با اتهام کفر بازداشت کردند. قانون بحث برانگیز کفر در پاکستان در صورت توهین به نام اسلام و پیغمبر اسلام و یا رهبر دینی اجرای بلافاصله حکم مرگ را پیش بینی می کند. گمانبران صادر کردن چنین جنایت‌ها را معمولاً ازدحام مردم با دست خود به دادگاه می سپارد، ولی حامیان حقوق میگویند بسیار وقت از این قانون برای مجازات نمایندگان اقلیت‌های ملی و یا قصدگیری‌های خصوصی سوء استفاده می شود.
و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. در زمان پاندمی کرونا ویروس تاجیکستان با کمبود بودجه روبرو شده است. حکومت تصمیم گرفته است که معاش کارمندان اداره‌های دولتی و نفقه و استیپند را از 1 سپتامبر در آستانه انتخابات پرزیدنتی تا 15% افزایش دهد. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال برگزار شود. در برنامه اخبار آزادی در این باره گزارش خواهیم داد. در ادامه برنامه گزارش هم داریم از دهه میرزاچول کنار شهر دوشنبه. ساکنان این دهه از بوی غلیظ و حمله مگس‌ها به منزل‌هایشان به تنگ آمده شکایت دارند. بوی غلیظ به میرزاچول از کجا می‌وزد و چرا مگس زیاد شد؟ ما را همراهی کنید. در برنامه اخبار آزادی برایتان گزارش خواهیم داد. بینندگان ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. برنامه اخبار آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می‌شود و ثبتش هم می‌توانید آنجا ببینید. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی همراهی کنید. خداوند نگهبان شما.